سلام کاربران گرامی کانال مکران وردپرس، در خدمت شما عزیزان هستیم با یه بخشی دیگر از رکورد و سلسله مراتب راه اندازی فروشگاه اینترنتی از 0 تا 100. همانطور که قول دادیم، البته قبلش من عذرخواهی بدهکارم به شما، چون یه مقدار در روند ضبط این ویدیوها مقداری کوتاهی شد و به دلیل یه سری مشغله ها و نشد که مرتب به صورت مرتب من ضبط کنم و انشاءالله امیدوارم که و قول هم میدهم که هفته یک جلسه را در خدمت شما عزیزان باشم. سعی میکنم که زودتر این برنامه رو اندازی بکنیم، چون ما میخواهیم که یه فروشگاه رو اندازی بکنیم که از 0 تا 100 و به مرحله فروش برسانیم. حتی اون مرحله فروش رو هم به نمایش خواهیم بود داشت. بله دوستان، الان تو این جلسه قبلی ما صحبت کردیم که در رابطه با خرید هاست و چه نوع هاستی باید انتخاب بکنیم که دوستان عزیز در اون ویدیو را دیدند. اگر ندیدن هم میتوانن مراجعه کنن به ویدیو قبلی و ببینن. الان ما تو این جلسه قرار است هاست را خرید بزنیم و گفتیم هاستیم حالا متفاوت از شما از هر کجا که دوست داشتید هاست را بخرید، فرقی نمیکنه دوستان عزیز. بنابر تجربه خودم من از یه هاستینگ خاص میخوام خرید بزنم برای این فروشگاه. شما از هر هاستینگی دوست داشتید بخرید، من تبلیغاتش انجام نمیدهم و توضیح لازم را دادم. مهم این است که هاستینگ شما کیفیت داشته باشد و پشتیبانی خوبی داشته باشد. اگر پشتیبانی ضعیف باشد شما به مشکل برمیخورید. ما چند روز پیش تقریبا همین یه هفته هم 2-3 روز پیش من یه بروز رسانه تو فروشگاه اینترنتی رو داشتم و متاسفانه به مشکل برخوردم. جالب اینجاست که من بکاپ گرفته بودم و بکاپ من عمل نکرد، مجبور شدم از طریق پشتیبانی پیگیر باشم و بکاپی که پشتیبانی گرفته بود به صورت روزانه بکاپ بالاخره میگیرن از این هاستینگ رو و اونجا شد که هاست را برای من راه اندازی کردن. تقریبا ساعتی کنیم 2 شب بنده خدا زحمت کشیدن و ساعت ما برگشت. یه وقتا چنین اتفاقات میافتد. پشتیبانی بسیار مهم است، یعنی هر ساعت شما روز یه وقتا به مشکل برمیخورید به شما پاسخ بدهند و این خیلی مهم است برای یک کاربر که میخواهد یه فروشگاه اینترنتی داشته باشد و یه هاستینگ خوب بخرد. و چون گفتم دیگه همیشه بالاخره ما یه سری برنامه و یه سری کارهای نرم افزاری داریم، ممکنه به مشکلاتی هم بر بخوریم و اینطور نیست که هیچ فروشگاهی به مشکلی بر نخوره. قطعا به مشکل بر میخوریم و به خصوص تا زمانی که تازه کار هستیم مشکلاتمون چندین برابر هست. ممکن است که ما چندین مرحله مثلا به پشتیبانی مراجعه بکنیم و ازشون درخواست کمک بکنیم. خب عزیزان من، زیاد بحث را طولانی نکنیم، بریم برای خرید هاستینگ و من میام در میزبان من چون گفتم از اینجا میخوام خرید بزنم. خب دوستان من ثبت نام انجام دادم. شما هم قبل از هر کاری ثبت نامتون رو انجام بدهید تو این سایت. بعد میریم قسمت خرید هاستینگ، میریم ما مثلا بدیم سفارش سرویس جدید. بله اینجا ببینید هاست های مختلف رو نشون میده. هاست اشتراکی داریم، هاست اشتراکی پلن اقتصادی داریم، هاست اشتراکی ویژه دارید که قیمت ها بر اساس اون حجم و اون فضایی که به شما میدن، بر اساس سرعتی که میدن ماهیانه متفاوت است. خب ما گفتیم که زیاد نمیخواهیم که حالا از شروعی که به اصطلاح شروعی که میخوایم داشته باشیم یه هزینه اضافی این وسط بدهیم. بنابراین سعی میکنم با هزینه کمتر شد. من همین هاست اشتراکی نسل 10 را میخوانم. مثلا یا بیام پایدار ببینه الان این هاست با پالیسی اینو میبینه چه پلن هایی دارد. خب این مثلا مورد میلی هست، بازدگی فضا دارد، پرداخت هسته، حالانداری دارد، کلتور سیپن دیتابیس هست و
خب بیا همین وردپرس رو بگیریم. فرقی نمیکنه بخوام یه فروشگاه اندازه وردپرس هم خوب هستش. بریم روی سفارش همین هاستینگ بعد ثبت دامنه جدید از دامنه هایی که قبلا ثبت کرده استفاده کنم انتقال داره. خب من از دامنه هایی قبلا گفتیم داریم دامنه زیمیو داد آیا بود زیمیو داد الپاره. ببینید حالا میآورد برام مثلا 3 ماهه بخریم همین حاصل رو بخریم 10% هم به ما تخفیف میده میشه 321,000 تومان. حالا تخفیفا که به ما میکنه سالیانه 1,170,000 تومان. حالا ما قبل 3 ماهش را بنم بگیریم. خب حالا اگه دوست داشته باشیم مثلا 3 ماهه بکاپ برای شما بگیرن 765,000 تومان در یک دیتا سنتر و تلفنی گذارن نه ریاضی نیستن و زیاد هزینه فعلا بالا بره. خب میریم این ادامه کار عنوانه استنادی من رو مشخصات ثبت کردم و خب میرم این پرداخت نهایی را شرایط کلا پرداخت نهایی را بخواهیم انجام بدهیم دوستان عزیز. تا سیستم که ثبت میکنیم تا این مرحله رو رد بکنیم. خب دوستان مرحله پرداخت ها به صورت آنلاین ما پرداخت کنیم. خب شما میدونید از طریق مختلف پرداخت کنید. خب دوستان من اینجا خرید رو انجام میدهم. بعد از خرید مجددا در خدمت شما هستم. اینجا ویدیو رو من استاپ میذارم. خب دوستان عزیز من این فاکتور رو پرداخت کردم و اون برمیگردیم قسمت کاربری خودمون و سرویس های خودمون. ما یه سرویس خریداری کردیم و در عزیزان من این هست روی دامنه ما. خب حالا ما نیاز هست که برویم قسمت به اصطلاح اون ست کردن دیس ها. ببین این سرورها هست که اینها را ما باید در به اصطلاح اون قسمت قبلی اینا را باید اضافه بکنیم. خب از اینجا میرویم قسمت ویک سرچ بزنیم. اینم قسمت اونجا باید برون قسمت کاربریمو از قبلی بودن و مقصد تمام اینجا داره بودن. خب ببینید دوستان عزیز دامنه هایی که ما داریم اینجا نمانش ها ما روی این ست بکنیم دوستان عزیز. این نیم سروال ها را باید طبق همون DNS هایی که خرید کردی اینجا باید یکی هست یعنی پا نیون رسنه و کپینه من بیدی تا قسمی این سپا بله من باییسو یعنی اینا رو به ترتیب همونطوری که دادن شده است کپی میکنید. بعد وقتی
حس میکنیم دوستان عزیز من. خب یه پاسخ امنیتی از ما میخواد. یه پاسخ امنیتی مهم است. یه لازمه پاسخ امنیتی رو در میارن و ثبت تغییرات رو بزنن. برای همین یه لازمه این رکورد انجام مجبورم که یه استاپ بزنم. خب دوستان من این بخش رو انجام دارم و اون کد امنیتی رو زدم و الان ببینید این DNS ها روی دامنه ما به اصطلاح برای ست شدن انجام دادیم و اینها را زدیم که ست بشن. حالا منتظر میشی عموما فرق میکند ست شدن. معمولا بعضی وقتا زمان میبره، بعضی وقتا میبینی تو 10 دقیقه، بعضی وقتا میبینی 1 ساعت، بعضی وقتا 2 ساعت. یه مقداری زمان میبره تا این دامنه و این به اصطلاح DNS ها با هم دیگر ست بشن. اینها رو ما میتوانیم از به اصطلاح DNS چکرها بریم چک بکنیم. خب به اصطلاح DNS چکر و اینجا میاین دامنه خودمون رو وارد میکنیم. جیبیا .i سرچ میکنیم. ببینید تقریبا فکر میکنم که دامنه بده و اینها ست شدن به همین راحتی. بعضی وقتا زمان متغیر هست. حالا ما بریم این دامنه رو کلا توی مرورکش سرچ میکنیم. zebia.ir دوستان عزیز ببینید هنوز مشخص نیست و ممکن است قابل ست نشده باشد. یه مقدار زمان میبره دوستان عزیز، باید صبر بکنیم. خب البته همه تیکا ثبت شدن و ظاهرا مشکلی ندارد. اگه DNS ها ست شده باشن ما در مرحله بعدی ما میریم قسمت سی پنل دوستان عزیز. خب الان بریم قسمت کاربری به سی پنل میزنیم و اینجا یه به اصطلاح کد میاد به شماهایی که من برای این عزیز میخوام ثبت بکنم و این کد را وارد میکنم تا سنام شماره گرفته بشه. خب دوستان عزیز ما تا همینجا این رکورد رو استاپ میزنیم و برای این جلسه کافی هستش. بعد از اینکه DNS ها ست شدند و ادامه کار را انشاءالله با هم دیگر ادامه خواهیم داد و میرم قسمت نصب وردپرس و انتخاب قالب و مراحلی که یه راه طولانی در کشیده داریم عزیزان من و امیدوارم که این جلسه برای شما مفید واقع شده باشد عزیزان من و تا جلسه دیگر و تا یه قسمت دیگر بدرود.